خب بریم واسه بازی. خب یه ارتش اسکلت میفرستم، بعد برای شروع بازی با چه سطحش پایینه، گند زد. اسپارکی میفرستم، وای میستم جلوش تا مگا شمالی رو بفرستم. میذارم این بمیره، بعدش میفرستم. خوفاش میفرستم اون فشفشه رو. خوب کش ولش کن. خوبه خوفاش، بازم خوبه. این فکر کنم واسه هوایزن نداره. یه دونه تو رو خدا اسپارکی بزن. یس، ایول، عالی شد. خب واسه قبل ببینیم جلو فشفشه چیزی میندازه یا نه. خب اوکیه. از سمت راست اسپارکی رو میفرستم، بعد مثل قبل جلوش مگا میفرستم. خب خوفاشا رو میفرستم برای هوک. ای بابا، از اسپارکی میترسه. یه ذره. یس، عالی شد. انشالله که 3 ستاره هم میزنم. وایسی، فشار داره بخوره. برج جهنمی میفرستم چون فشفشه داره. ای بابا، یخ فرستادشون. من رو الوار میفرستم، میذارم اون بمیره، بعد مگانایت رو میفرستم روشون. خیلی نوبه. ارزش اسکده